стал называть стран, берется как главный фронт борьбы за мобилизационный потенциал, идеологически. Что это означает? Это означает, что победить эти десятки тысяч людей военными средствами, интернациональным фронтом, конечно, таких утверждений не слышно. Этот новый фронт не был открыт в нашем регионе. Спасибо. 25 лет, конечно, не очень существенный военизированного радикального ислама. Где через этот опыт склонны к тому, что они бы не хотели воевать, что به خاطر پیدا کردن راه و اصولهای نو تحقیق آموزش سبب و عاقبت‌های چالش‌های معاصر از جمله رادیکالیسم تندگرایی جوانان ما تصمیم گرفتیم که این کنفرانس را در موضوع تندگرایی اسلامی همچون خطر به دولت‌های دنیوی همچون چالش به دولت‌های دنیوی خطرها برای جوانان در این موضوع کنفرانس را دایر نمودیم و این کنفرانس از جانب خزینه ادیناو از آلمان دستگیری مالی یافت. ما کارشناسان را از آلمان، از روسیه، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان دعوت کردیم تا که این ظهورات معاصر را پورا به بحث کشیم و این آغاز بحث‌های جمعیتی در اطراف تندگرایی اسلامی در جامعه باشد و برای پیشگیری کردن چنین ظهورات توصیه ها آماده کنند. به نظرتون شما همچون یک متخصصی که در وسایل اخبار عموم فعالیت میکنید، همین انعکاس تندگرایی در مطبوعات تاجیکستان مثل اون است که مثلا در مطبوعات غرب است یا اینکه یگان فرقیتی است؟ متاسفانه در انعکاس یا کوشش خبری این مسائل مربوط به تندگرایی اسلامی در رسانه‌های تاجیکستان با طلبات موافق نیست و ما بسیار می‌خواستیم که در انعکاس این موضوع نه فقط جنبه اطلاعاتی و اعتبار گرفته شود بلکه جنبه‌های تحلیلی درباره سبب و عاقبت‌های پیوستن جوانان به تندگرایی اسلامی مورد تحقیق و انعکاس باشد و بسیار توصیه ها از جانب کارشناسان در این کنفرانس ارائه داشته میشد که ارائه داشته میشد به خاطر وسعت بخشیدن به این کار، یعنی در سمت پوشش خبری تندگرایی در جامعه. تشکر. یک سوال آخرین، همین تندگرایی اسلامی که یک اصطلاحی که استفاده میکنند آیا تنها در کشورهای مسلمانشین است یا کشورهایی است که مثلا کشورهای غربی هم چنین اصطلاح چنین رویه ها و حالت ها وجود دارد؟ من شما رو فهمیدم. متاسفانه تندگرایی اسلامی نه فقط خاص جامعه های مسلمانی است بلکه در جامعه های غرب از جمله در آلمان، در دیگر دولت های غرب به نظر می رسد و کارشناسای بین المللی که ما از آلمان دعوت کردیم در اطراف تندگرایی، یعنی گرویدن مردم به تندگرایی اسلامی در آلمان صحبت ها داشتند و یک تحقیق کتاب مفصلی که به این موضوع بسته است همچون مواد تقسیماتی به اشتراکداران این کنفرانس ارسال داده می‌شود. یک سوال دیگر در ذهنم آمد، آیا اشتراکچیانی که گفتید از اروپا اشتراک کردن یا اشتراک میکنن در اینجا نمیگوید که یعنی همین تندگرایی غیر اسلامی هم یا که دیگر دین ها وجود داشته باشد؟ البته تندگرایی در مجموع جنبه های گوناگون دارد و درباره صحبت امروز در اطراف تندگرایی اسلامی و دولت دنیوی صورت میگیرد، ولی در صحبت ها کارشناسان این را نیز تاکید کردند که تندگرایی نمادهای دیگر نیز وجود دارد.